خانم ببخشید چرا این اسپرسو انقدر کمه؟ میشه لیوانی باشه؟ آب تو خیال که نیست، کوف کن بابا. همون همیشگی. من تازه اومدم اینجا، نمیدونم شما قبلا چه گوهی میخوردید. میتونی تر قلب رو قهوه‌ام بکشی؟ الان میگم بابراس بیاد یه منظرم کنارش بکش. من یه قهوه میخوام 18 درصدش روبوستا باشه. مینویسی یادداشت کنید چی روبوستا باشه، 42 درصدش سیچین باشگاه باشه، 30 درصدش عربیکا باشه، 5 درصدش هم مونالیزا باشه. 95%. اون 5% یه هم سنده میذارم واسه خودم. خانم چایی هم داری؟ قهوه بدون کافئین، بدون شکر، بدون شیر داری؟ خب ما چه گوهی بریزیم توش؟ هات چاکلتاتون داغه؟ شعورت چی میگه؟ تیبک دارم، آب میخوام، پول باید بدم. نه با یه ماچ حل میشه. خانم ببخشید این کیک‌ها تازه‌ان؟ نه ریدیم توش. لاته یعنی چی؟ لاته معلومه لاته دیگه. اون لاته است لاته. میتونم قهوه‌مو خودم درست کنم؟ شبم میمونی؟ اگه شب میمونی آره، چرا که نه؟ مادر جان من دیابت دارم ولی میخوام کیک بخورم، خوبه؟ شما بخورون بعدش انسولین هم داری بهتون بده. ما 40 تا مهمون داریم، میتونم میز رزرو کنم؟ 40 تا تالار بگیر بی‌ناموس. ما سخاری هم داریم؟ مکدونالد اگه. چرا قهوه‌هاتون تلخه؟ من یه اسپرسو با یه آب جوش میخواستم. زرنگ آمریکانو حساب بکنیم واسه تا. گارسون ویتر ازگل. قهوه‌ای دارید که آدمو خوشحال کنه؟ بله توش تریاش میریزیم. میشه بگید اون خانم بیاد من سفارش نماشون بگم؟ چرا شما بلونده؟ آره چرا من مشکم کار تو را نمیندازه؟ ازگل حول. من یه چیز میخوام که نه سرد باشه نه داغ باشه نه بلند باشه، یکم گرمتر از سرد ولی کمتر از داغ. باز شما شیشه دارید آقا، یه راه ندید تو رو قرآن. عزیزم شما یه آب گرفتی 8 ساعت نشستی، چوس اوت چوس کردی، خوش اومدی دیگه. باشید میشه کافئین رو برام بیشتر کنی؟ بله بفهم. ببخشید من یه آمریکانو میخوام ولی با قهوه ترک باشه. اون شینگه میخواد، داری شینگه؟ بدونم میشه کشی؟ قهوه خونه است اگه اینجا. بابا چرا اینجا موسیقی گذاشتی؟ بابا نمیتونم کار کنم. استیو جابز باید بری کتاب خونه. میز شماره 4 خواهشان نمالید همدیگه رو، دوربین داره میگیره. ببخشید میشه تو قمقمه خودم بهم قهوه بدید؟ خط مقدم اگه با خودت قم آورده خواهر کن به. چی میل دارید؟ یه قهوه تلخ مثل زندگی. گوه نخور رو اینجا اینستاگرام مگه سفارش تو بده. یه لطه برای بچه‌م میخوام ولی با شیر بوز نر ایسلندی باشه. بوزه نره ایسلندی قربونت برم، شیر نداره که نره، اون ببل خوبی داره. اگر گلوی بچت میره پایین که بیارم. علی جون مامان هر جای کافه دوست داشتی برو بودو بازی کن، همینجوری هی برین تو حساب همه، جیغ بکش داد بکش، همینجوری هی بچرخ. علی جان گوه میخوره با مادرش این کارا رو بکنه. خانوم من یه آیس کارامل چای نوات اسپرسو میخواستم. خب من ریدم تو این شاخه، چه اسم دوستان